فلسطین به توفیق الهی و به اذن الله تعالی از دست دشمنان خلاص خواهد شد. بیت المقدس پایتخت فلسطین است و آمریکا و بزرگتر از آمریکا و کوچکتر از آمریکا و اذناب آمریکا در قبال حقیقت و سنت الهی در مورد فلسطین هیچ غلطی نمیتوانند بکنند. برای همه شهدای اسلام و برای شهدای فلسطین، به خصوص شهدای این چند روز، از خداوند متعال طلب مغفرت میکنیم و برای مبارزین راه حق و مجاهدین فی سبیل الله طلب استقامت بیشتر و پایداری بیشتر در این راه از خدای متعال.